سلام بر شما بینندگان گرامی، با برنامه دیگر از دیدبان در خدمت شما هستیم. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی به پایان رسید، اما ایران میگوید در این دوره از مذاکرات پیشرفت چندانی حاصل نشده است. به نظر میرسد که برنامه موشکی ایران مذاکرات را با مشکل روبرو کرده است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به اضافه 1 شامگاه روز جمعه 26 اردیبهشت ماه با آخرین دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در وین پایان یافت. در بخشی از این دیدار وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و سرپرست هیئت مذاکره کننده این کشور نیز حضور داشت. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از دیپلمات‌های ایرانی حاضر در گفتگوها نوشته‌اند که دور چهارم مذاکرات که 3 روز به طول انجامید پیشرفت مهمی در پی نداشته است. این مذاکرات از روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه در وین برگزار شد. گفته می شود که توسعه صنایع موشکی ایران یکی از مواردی است که پیشرفت مذاکرات را دشوار کرده است. یک گزارش سازمان ملل متحد که همزمان با دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 انتشار یافت میگوید که ایران به رغم تحریم‌های بین‌المللی به توسعه موشک‌های دوربرد خود ادامه می‌دهد. آمریکا و متحدان این کشور پروژه موشکی ایران را بخشی از برنامه هسته‌ای این کشور و اهداف احتمالاً نظامی آن می‌دانند و اصرار دارند که این موضوع در مذاکرات هسته‌ای گنجانده شود. اما ایران پروژه موشکی خود را بخشی از صنعت دفاعی خود می‌داند و پیوند زدن آن را با مذاکرات هسته‌ای رد می‌کند. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین گفته است نشست وین 4 با نشست‌های قبلی متفاوت بود و یک مذاکره واقعی بود، در حالی که جلسات قبل صرفاً تبادل نظر بود. عباس عراقچی همچنین گفته است روند مذاکرات 3 روز گذشته سازنده و خوب است، اما به نتیجه مشخصی نرسیده است و مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. پیشرفت نداشتن به این معنی نیست که شکست خورده است. ما هنوز موفق نشده ایم تا مسائل را روی کاغذ بیاوریم. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نامش فاش نشده نیز گفته است در این مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشتیم. در همه موضوعات اختلاف وجود دارد و البته این موضوع طبیعی است، زیرا هیچ کس نباید انتظار پیشرفت ملموس را در این مدت داشته باشد. به گفته این مقام رسمی، مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد داشت و در خرداد ماه حداقل 2 دور مذاکره برگزار خواهد شد، ولی تاریخ دقیق آنها نیازمند نهایی کردن همه طرف هاست. این مقام رسمی نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین گفته است در 4 روز گذشته مذاکرات نزدیک و فشرده‌ای صورت گرفت و اگرچه در این مذاکرات پیشرفت نداشتیم، ولی این موضوع غیر طبیعی نخواهد بود، زیرا در ژنو 2 مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 با دعوا خاتمه پیدا کرد، اما دوباره در ژنو 3 توانستیم به توافق برسیم. وی اضافه کرده است نگارش متن توافق نمیتواند صورت بگیرد تا زمانی که اختلاف‌های طرفین حل نشود. موضع ما از ابتدا تا الان برای تثبیت حقوق مردم و خطوط قرمز هیچ تغییری نکرده و هیچ سازشی در این موارد صورت نخواهد گرفت. در همین حال به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک مقام ارشد آمریکایی نیز در جمع گروهی از خبرنگاران گفت دیدارهای بیشتری برگزار خواهد شد. وی اضافه کرده است این لحظه دشواری در مذاکرات هسته‌ای است، ولی این دشواری‌ها غیر منتظره نبودند. مسیر و راه حرکت به جلو وجود دارد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفته است فوریت شرایط را همه احساس می‌کنند، چرا که به مهلت 20 ژوئیه نزدیک می‌شویم. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه در وین آغاز شد و تا روز جمعه ادامه داشت. در روز جمعه این مذاکرات با دیدار 2 جانبه میان معاونان وزرای خارجه ایران و ایالات متحده و نشستی میان مذاکره کنندگان ایرانی و کشورهای اروپایی ادامه یافت. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد ایران، پیشتر به خبرنگاران گفته بود که مذاکرات کند پیش می‌روند.
پیش بینی شده بود که در این دور مذاکرات نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی آغاز شود. با این حال طرفین بر دشواری‌هایی که در این مرحله وجود دارد تأکید کرده‌اند. به گزارش رادیو فردا در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفته بود مذاکرات هسته‌ای این هفته آهسته و دشوار بوده است. شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. وی سپس با ابراز نگرانی نسبت به فقدان پیشرفت در این دور مذاکرات تأکید کرد که ایران باید تصمیمات سختی بگیرد. این در حالی است که در خلال این مذاکرات در جلسه غیرعلنی مجلس جمهوری اسلامی بر سر چگونگی انجام مذاکرات اختلاف نظر وجود دارد. 100 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستند تیم مذاکره کننده هسته‌ای فعلی و قبلی در مجلس به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید اکثریت نمایندگان با این کار مخالف هستند. در مورد این دور از مذاکرات من فکر میکنم عدم توافق در مذاکره نخست یا دور نخست مذاکرات با توجه به پیشینه این پرونده عجیب نیست و همان گونم که نماینده ایرانی‌ها میگه اساساً اختلاف بیش از اون مواردی بوده که فکر می‌کرد. یعنی قبلا اختلافات بر سر 12-13 مورد بود ولی ظاهراً این اختلافات خیلی بیشتره. خب جای تعجبی هم نداره. به هر حال حدود 1 دهه که این مذاکرات ادامه داره. بعد با توجه به سیاست‌های گذشته ایران، فراز و فرودایی که وجود داشته، تفاوت در سیاست‌های مختلف هسته ایران در دوره‌های مختلف، در دوره خاتمی یه جوری بود، در دوره احمدی نژاد یه جوری بود و الان هم یه جوری دیگه. در نتیجه من فکر می‌کنم یه چیز بسیار پیش بینی پذیری بود یا قابل پیش بینی بود که تو دور نخست اصلا به نتیجه نرسن. دوم، من فکر می‌کنم طرف ایرانی به هر حال به صورت واقعی یا غیر واقعی در داخل تا اندازه‌ای تحت فشار نیروهای رادیکال و افراطی قرار داره. لذا همین مذاکرات رو برای طرف ایرانی مخصوصا دشوار میکنه، به ویژه اینکه خامنه‌ای خودش نیست از واگذاری امتیازات زیاد و اینکه به قول معروف امتیازات بنیادین رو در واقع واگذار کنن به طرف غربی مخالفت میکنه و همین در واقع از طرف دیگه اینم باید عرض کنم که خامنه‌ای از نتایج پس از توافق هم هراس آشکار داره، یعنی میترسه که اگه الان این مشکل رو حل بکنن بعدا مشکلات دیگه مثل پرونده حقوق بشری ایران وسط بیاد. در نتیجه در دور نهایی مذاکرات که الان شروع شده طرف ایرانی یا هیئت مذاکره کننده ایرانی با مشکلات بیشتری در واقع مواجه هست. طرف غربی هم چون قرار دیگه این دفعه در واقع قرار بر این بوده، بنا بر این بوده که تو این دور از مذاکرات دیگه کامل کنن و به یه توافق جامع برسن، در نتیجه از حساسیت بیشتری به خرج میدن. مورد سوم این که حقیقت اینه که طرف غربی از مقاصد واقعی ایرانی‌ها در واقع یه نوع عدم اطمینان داره و همین عدم اطمینان هم موجود شده تا رسیدن به توافق با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های زیادی همراه بشه. به ویژه اینکه در 10 سال گذشته همواره جمهوری اسلامی صداقت لازم رو از خودش نشون نداده و حتی خیلی از طرف‌های غربی فکر می‌کنن، مثلا حالا به ویژه دولت اسرائیل، که در واقع نرمش کنونی جمهوری اسلامی صرفاً یک نرمش تاکتیکی بیشتر نیست و اصلاً نمیشه گفت استراتژی جمهوری اسلامی حل این موضوع، بلکه یک صرفاً یک نمایش تاکتیکیه. این خودش در واقع بر پیچیدگی و دشواری‌های این پرونده و این دور از مذاکرات و دور بعدی در واقع می‌افزایه و این دشواری‌ها رو بیشتر می‌کنه. ولی در کل این که بخوایم پیش بینی کنیم، واقعیت اینه که نمیشه اطمینان که به دولت جمهوری اسلامی با توجه به معادلات حاکم بر منطق و اینکه دولت ایران سعی میکنه که هر جوری شده موازنه قوا رو از طرق مختلف که یکیش در واقع دستیابی به اصطلاح اتمی به نفع خودش تغییر بده، در نتیجه همه تحلیلگرا رو برده به این سمت که در واقع یه نوع عدم اطمینان از دولت ایران داشته باشن که حالا چه اتفاقی میخواد بیفته، آیا واقعا ایران صادق نیست. اما یک مورد رو هم نمیشه انکار کرد، فشار زیاد تحریما در واقع اقتصاد ایران رو به طرف یه نوع فروپاشی ساختاری برده و همین فروپاشی ساختاری در اقتصاد ایران موجب شده که خامنه‌ای حالا کوتاه بیاد. ولی آیا این که میخواد زمان رو بخره تا بتونه یه مقداری به لحاظ اقتصادی خودشون رو تجدید حیات بکنن یا به قول معروف زیربناهای اقتصادیشون رو یه مقداری بتونن نوسازی بکنن تو این مدت، یا اینکه نه واقعا قصد دارن کنار بیان، من نمیتونم پیش بینی کنم. ولی به نظر من دولت ایران هیچ نوع صداقتی اکنون هم حتی نداره. ترکیه و پیامدهای انفجار مرگبار معدن در این کشور.
انفجار چند روز پیش در معدنی در شهر سومای ترکیه که باعث کشته شدن نزدیک به 300 کارگر معدنچی شد، اوضاع سیاسی و امنیتی ترکیه را به حالت فوق‌العاده درآورده و در گوشه و کنار این کشور اعتراضاتی همراه با خشونت را به دنبال داشته است. اعتراضات امروز پس از آن رخ داد که مدیران شرکت بهره برداری از معدن سوما در ترکیه اعلام کردند هیچ قصوری از طرف آنها سر نزده و آنها مسئولیتی در حادثه اخیر ندارند. مدیران این شرکت امروز در نشست مطبوعاتی از عملکرد خود در جریان این حادثه دفاع کردند و گفتند دلیل این اتفاق هنوز روشن نیست. آنها اذعان کردند که معدن پناهگاه اضطراری برای موقعیت‌های اینچنینی نداشته است. با این حال گفتند که کارشناسان سوما را امن‌ترین معدن ترکیه می‌دانستند. دولت ترکیه متهم است که طرح تحقیق پیشنهاد شده در پارلمان برای بررسی ایمنی معادن را رد کرده است. سخنگوی حزب عدالت و توسعه حزب حاکم گفته است معدن سوما از سال 2009 به بعد 11 بار بازرسی شده و تخلفی از مقررات ایمنی در آن به چشم نخورده است. این حادثه و واکنش رجب طیب اردوغان نخست وزیر اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است. اردوغان گفت که حوادث اینچنینی در معادن بریتانیا در قرن 19 هم رخ داده است. انتشار عکسی از یک مشاور اردوغان در حال لگد زدن به معترضی که روی زمین افتاده خشم منتقدان اردوغان را برانگیخته است. این در حالی است که ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت سازی قرار گرفته است و باید دید فاجعه معدن سوما و به دنبال آن اعتراضهای خیابانی در کلان شهرهای این کشور تا چه حد بر سرنوشت اردوغان و حزب حاکم این کشور تأثیر خواهد گذاشت. در اعتراض به حادثه مرگبار انفجار معدن در غرب ترکیه، اتحادیه‌های کارگری این کشور یک روز اعتصاب عمومی اعلام کردند و معترضان در شهرهای مختلف دست به تجمع و راهپیمایی زدند. شمار تلفات حادثه اخیر در معدن شهر سوما به 282 نفر رسیده و در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. انفجار روز سه‌شنبه زمانی رخ داد که 787 معدنچی در داخل معدن مشغول کار بودند. بنابر آمار رسمی 363 نفر در ساعات اولیه بعد از حادثه نجات داده شدند. اما از چهارشنبه صبح هیچ کس از معدن بیرون نیامده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه برای دیدار از محل حادثه به سوما سفر کرد و در سخنانی در جمع مردم خواهان حفظ وحدت و یکپارچگی شد. در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر ترکیه هم اعتراضهایی به شرایط کارگران معدن و شمار بالای تلفات این حادثه برگزار شده که در بعضی از نقاط با خشونت همراه شده است. در ازمیر پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش استفاده کرده است. حدود 5000 معترض گفتند تا زمان آزاد شدن معترضان دستگیر شده به تجمع در مرکز شهر ادامه خواهند داد. مقام‌های اتحادیه‌های کارگری می‌گویند خصوصی سازی بخش معدن شرایط کار را خطرناکتر کرده است. دولت ترکیه متهم شده که اخیراً پیشنهاد تحقیقات پارلمانی درباره حوادث معدن در منطقه محل حادثه را رد کرده است. هرچند که دولت میگوید معدن سوما مرتب مورد بازرسی قرار می‌گرفته که تازه‌ترین آن به حدود 2 ماه پیش برمیگردد. انفجار معدن سومای ترکیه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 11 اوت برابر با 20 مرداد این کشور باعث اعتراضات خیابانی در بیشتر کلان شهرهای این کشور شده است. از سوی دیگر انتشار تصاویری از یکی از مشاوران اردوغان که در محل سانحه در شهر سوما با لگد به یکی از معترضان حمله ور شده است، موجی از خشم و انتقاد را در ترکیه در پی داشته است. در یکی از این تصاویر یوسف یرکل مشاور اردوغان به تظاهر کننده لگد میزند که بر زمین افتاده است. 2 مأمور انتظامی نیز امکان دفاع از تظاهر کننده را سلب کردند. روزنامه‌های طرفدار دولت ادعا می‌کنند که فاجعه انفجار معدن در شهر سوما
ارتباطی با حزب حاکم و شخص آقای اردوغان ندارد و این معدن از سوی بخش خصوصی اداره می شده و به طور مرتب از سوی دولت تحت بازدیدهای موردی قرار می گرفته است. پس از حادثه معدنچیان سوما و ادامه اعتراضهای خیابانی، کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که محبوبیت اردوغان، نخست وزیر ترکیه که در فکر احراز مقام ریاست جمهوری در این کشور است، تا چه حد آسیب دیده و اعتراضهای کنونی چه تأثیری بر سرنوشت سیاسی وی خواهد داشت. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که فاجعه معدن سوما تغییر چندانی در میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایجاد نخواهد کرد. وی اضافه می کند تعداد و درصد طرفداران حزب عدالت و توسعه به میزان زیادی مشخص است و آنها مانند طرفداران تیم‌های فوتبال عمل می کنند. پیش از این هم وقایع مختلفی اتفاق افتاده بود که اگر در کشورهای غربی روی میداد احتمالاً کار به استعفای حداقل در سطح وزرا می کشید و یا از میزان آرای حزب حاکم کاسته می شد. حادثه مثل انفجار بمب در شهر مرزی ریحانلی هم از این دسته است. در آن حادثه 52 شهروند ترک کشته و 146 نفر هم زخمی شده بودند. یا جنجال قضایی 17 دسامبر 2013 که درست چند ماه قبل از انتخابات محلی شهرداری‌ها روی داد و در آن چند وزیر با اتهام رشوه و فساد روبرو شدند. حتی با توجه به بافت سنتی مذهبی ترکیه، نوار منتسب به اگمنی باقیش، وزیر امور اتحادیه اروپای دولت ترکیه هم کاری از پیش نبرد. همچنین کارشناسان سیاسی میگویند وضعیت پیش آمده چالشی جدید برای اردوغان است، اما با همه اینها حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و شهرداری‌ها بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و اعضای حزب دارای تجربه طولانی در مهندسی رسانه‌های جمعی هستند. مرگ بیش از 300 کارگر معدن در وضعیت کنونی ترکیه و در سرنوشت سیاسی اردوغان تغییرات اساسی به وجود نخواهد آورد. همچنین گفته می شود که اپوزیسیون ترکیه بیشتر تلاش می کند از محبوبیت اردوغان کاسته شود، اما برنامه جدی برای احراز مقام ریاست جمهوری ندارد. کارشناسان تاکید کردند در مقابل اردوغان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آلترناتیوی از سوی مخالفین دولت این کشور وجود ندارد. بنابراین پیروزی اردوغان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه حتمی است. گروه بوکو حرام در سال 2012 توسط محمد یوسف در مایدوگوری بنیاد گذارده شد و بعدها با کشته شدن او در سال 2009 فردی دیگری به نام ابوبکر شکوه رهبر این گروه شده است. این گروه چند روز قبل از اقدام به ربودن 276 دختر دانش آموز از منطقه شبوک در ایالت بورنو کرد. این دختران 16 تا 18 سال از یک مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی نیجریه ربوده شدند. گفته می شود حدود 50 تن از این دختران پس از ربوده شدن موفق به فرار شدند. 2 هفته پس از آن ابوبکر شکوه رهبر این گروه تروریستی در یک نوار ویدئویی ضبط شده اعلام کرد که این دانش آموزان را به عنوان برده معامله می کند و صراحتاً اعلام کرد که این دختران در بازار برده ها فروخته می شوند و یا با زور به ازدواج مردان در می آیند. وی همچنین گفت که خود با 2 تن از این دختران که یکی 12 ساله و دیگری 9 ساله است ازدواج می کند. وی دموکراسی و آموزش‌های غربی و تحصیل دختران را مورد حمله قرار داد و گفت این دانش آموزان را ربوده زیرا تحت آموزش‌های غربی قرار داشتند. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از این دختران با قیمتی حدود $12 در کشورهای همسایه در مرز چاد و کامرون به فروش رسیدند. در همان روز 8 دختر دیگر نیز در روستای وابره در ایالت بورنو ربوده شدند. دختران ربوده شده بین 12 تا 15 سال داشتند. این موضوع نگرانی نهادهای بین‌المللی و محلی حقوق بشر را به دنبال داشته. با این حال تاکنون اقداماتی که برای نجات و آزاد کردن این دختران به عمل آمده موفقیتی را به دنبال نداشته است. گروه اسلامگرای بوکو حرام که بیش از 200 دختر دانش آموز را ماه گذشته در شمال شرق نیجریه ربوده است، روز دوشنبه
15 اردیبهشت تهدید کرد که این دختران را در بازار خواهد فروخت. شبه نظامیان وابسته به بوکو حرام روز 14 آوریل با حمله به مدرسه راهنمایی دخترانه‌ای در روستای چیبوک در ایالت بورنو تمام این دانش آموزان را که در حال امتحان دادن بودند ربوده و با سوار کردن آنها به کامیون به طرف نوار مرزی با کامرون گریختند. ابوبکر شکاو رهبر این گروه در ویدیویی خطاب به مردم نیجریه گفته است: من دختران شما را ربودم و به خواست خدا آنها را در بازار خواهم فروخت. ربوده شدن این تعداد آدم در نیجریه باعث شوک به مردم این کشور شده است که به شنیدن اخبار بیرحمی گروه بوکو حرام در 5 سال درگیری آنها با حکومت مرکزی خو گرفتند. این گروه در حال حاضر مهمترین تهدید برای مهمترین کشور آفریقا از نظر تولید انرژی است. این ربایش در همان روزی اتفاق افتاد که انفجار بمبی در ابوجا پایتخت نیجریه 75 کشته بر جای گذاشت. ظن آن می‌رود که بوکو حرام در این انفجار دست داشته است. این گروه که میگوید خواستار احیای خلافت اسلامی در شمال نیجریه است، 2 هفته بعد بمبی در همان محل قبلی منفجر کرد که 19 کشته و 34 مجروح بر جای گذاشت. ربودن دختران دانش آموز در نیجریه باعث شرمساری حکومت این کشور شده است و برگزاری نخستین نشست فروم اقتصادی دنیا برای آفریقا در روزهای 7 تا 9 می در این کشور را به حاشیه برده است. مقام‌های نیجریه‌ای ابراز امیدواری کرده‌اند که این نشست پتانسیل و نقاط قوت این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی را پس از افزایش تولید ناخالص داخلی آن در ماه مارس برجسته کند. ناتوانی نیروهای نظامی نیجریه در جلوگیری از این حمله و پیدا کردن دختران پس از 3 هفته خشم و اعتراض مردم را در شمال شرقی کشور و همچنین پایتخت برانگیخته است. روز یکشنبه پلیس نیجریه یک رهبر معترضان که هفته گذشته از آنها خواسته بود تا دختران را پیدا کنند بازداشت کرد. این بازداشت باعث خشم بیشتر مردم نیجریه از نیروهای امنیتی شده است. ناومی موتانیادر از سوی پلیس و بعد از جلسه‌ای که وی و سایر همقطارانش با همسر رئیس جمهوری نیجریه برگزار کردند دستگیر شد. یک زن دیگر به نام لاوان آبانا که 2 خواهرزاده وی در میان ربوده شدگان است نیز دستگیر شده است. به گزارش رویترز پلیس در مورد بازداشت خانم آبانا اظهار نظر نکرده است، ولی یک منبع ریاست جمهوری نیجریه میگوید وی به دروغ مدعی شده که مادر یکی از دختران ربوده شده است. آبانا میگوید که وی چنین ادعایی نکرده است. همسر ریاست جمهوری نیجریه گزارش رسانه‌های محلی مبنی بر اینکه وی دستور بازداشت خانم نیادر را داده است رد کرد، ولی از معترضان در ابوجا خواست که به خانه‌های خود بازگردند. به گزارش خبرگزاری رسمی نیجریه وی خطاب به معترضان گفته است: شما بازی خورده اید. دیگر از مسئله کودکان مدرسه‌ای و زنان برای تظاهرات استفاده نکنید. این کار را به ایالت بورنو واگذار کنید و تظاهرات را در اینجا خاتمه دهید. همکنون نیروهای امنیتی نیجریه به همراه تیم‌های تجسس از چند کشور دیگر از جمله آمریکا مشغول جستجو برای یافتن محل نگهداری دختران دانش آموز و عملیات احتمالی برای آزادسازی آنها هستند. آمریکا تیمی متشکل از 30 کارشناس، اعضای پلیس فدرال و وزارتخانه‌های دفاع و خارجه را به نیجریه فرستاده است تا به این جستجو کمک کنند. بریتانیا، فرانسه و چین هم تیم‌هایی را به نیجریه اعزام کرده‌اند و یک تیم ضد تروریستی اسرائیل هم به نیجریه اعزام شده است. این در حالی است که گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه دقیقاً از 1 سال پیش با اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایالت‌های بورنو و آداماوا تلاش کرده است با ناآرامی‌ها در این منطقه مقابله کند. با وجود این، بنابر تحقیق دانشگاه ساسکس بریتانیا، تعداد کشته شدگان غیر نظامی در 1 سال گذشته در این مناطق 3 برابر شده است. بینندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، بدرود.